سلام، خیلی خوش اومدید به ولاگ فرایبورگ گردی. امروز یکی از دوستامون قول داده بهمون که شهر رو بهمون نشون بده. با ما باشید که میخوایم کلی جاهای خوشگل شهر رو که هنوز خودمونم فکر کنم ندیدیم ببینیم. اینجوری شد، خوب شد. اکسسوریام هم که سفید انتخاب کردم و تابستونی. کفشم هم کفش مشکی حصیریامه. با من همراه باشید که جاهای خفن شهرمون رو بهتون نشون بده. انقدر هوا گرمه که اومدیم یه بستنی بگیریم، بستنی بخوریم، بعد بریم به سمت دوستمون. هنوز نرسیدیم، کلی راه داریم، بریم ببینیم که کجا رو پاتمون نشون بده. ما بستنیمون رو گرفتیم، یکم هم دیرمون شده ها. اینا هم روی تایم یه ذره حساسن، نمیدونم چرا رفتیم بستنی گرفتیم. تازه من میگفتم که بشینیم بخوریم. رسیدیم سر قرارمون، ولی این بستنیامون هم داره آب میشه، همین که زیاد بود موند. ایشون هم دوستمونه، با همون اومده، اسمش نمیدونم چیه، ولی پودل من عاشق پودلم. اینجا یکی از شلوغ‌ترین جاهای شهره، در واقع مرکز شهر میشه فکر کنم، که کلی شلوغه و مخصوصا آخر هفته ها کلی مرکز خرید داره. یه عالمه قطار هم از این وسط رد میشه. کلیسای فرایبورگ. بچه ها از اینجا قایق میخرن، قایقای مختلف داره و میان تو این آبا بازی میکنن. یکم گرم شد دوباره هوا، ولی داریم ادامه میدیم. شهرم انقدر زنده است که امروز شنبه است، همه بیرونن دارن اشغال میکنن. سلام که ولی فردا تعطیل هم به جا، ولی امروز هر جوری که میتونن دارن اشغال میکنن دیگه، هر کس به طریقی. هاپومون تشنه شد. آخه چه مغازه های گوگلی. آره اینجا کلن بوتیکه. You know, if you don't use idioms as much, and you typically don't use idioms with people who speak English as a second language, then you start to get the mixed up. ندیده بودم من اصلا این کوچه رو. وسطش هم کلی رستوران داره. البته بوتیکا الان بسته است، احتمالاً در طول هفته بازه. اینجا هم خیلی خوشگله. ببینیم این مغازه چیه. اوه سنگه. چقدر خفنه. قورباغه فروشی پیدا کردم. حالا نمیدونم داستانش چیه، ولی اینجا پر از قورباغه هست. چقدر گیگیلی هست. اینجا میان پاهاشونو میذارن تو آب، میبینی؟ آخه اونجا رو نگاه. حالا من امروز همش پودل میبینم. هاپوی خودمونم گشنش شد، بردنش خونه غذا بخوره. یاد ولیعصر افتادم. این لباسای سنتی داره.
گیوه داره. اینجا رو میبینید؟ اول قرار بود بریم خونه یکی از همکارا که مثل اینکه خونهش اینجا بوده، طبقه اول. چه جای خفنی بوده ولی نشد دیگه، یکی دیگه انگار نشسته بود. خب توی چند ساعت تونستیم فقط یه مقداری از شهر رو ببینیم. فکر کنم واسه این ولاگ کافی باشه. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.